برآمد رفته هنری فلک را از اشتراکی خوبترین انسامبل شبنم جان آغاز می‌کنیم. مرحمت شبنم جان. ناگفته نبود که شبنم فرزند سرای بانو می‌باشد. 30 سالی که حال شبنم به صحنه برآمده است، عیناً مادر او در همین 30 سال در نزد مردم برآمد ولی اولین بار سرای خان می‌رفت. دخترش باشد اولین بار سرود می‌خواند و بعد می‌رفت. شبنم جان بگو تو به تبریک مادر کدام سرود آورد؟ به تبریک مادرم آورد که اساسی کدام سرود باشد؟ خوب شده.